سیدنا عمر. سه قصه یا 4 قصه وقت زیاد کنم میگم پیش از اسلام شروع بکنم و بعد از اسلام عمر چگونه عمر شد. حتی حضرت عمر میگه روز حبیب خدا مرا زوره کرد، حالی من میگه ایمان آورده بود. گفت ابن خطاب، بچه خطاب دنبال ما بسیار نگرد، یه لحظه مرا تنها موند، 2 رکعت نماز بخوانم. و روزی میگه ما دیدم محمد نماز خوندسته، با دیلم گفتم این شاعر را بی، حالا با زبان حرف نزدم، با دیلم گفتم این شاعر را بی شعر خوندسته. همون حالت میگه حبیبی نازنین در نماز این آیه مبارکه را خواندم، بسم الله الرحمن الرحیم و ما هو بقول شاعر. سخنان محمد سخنان شاعرانه است. میگه گفتم این فالبین بوده مرا فهمید. میگه دویم جمله را خواند و ما هو بقول کاهن. سخنان حبیب خدا سخنان فالبینا هم نیست. میگه والله گفتم این مرد کسی از صاحب داره، ما فکر کردیم من که جواب ما گرفتم، اگرچه 6 سال بعد میگه ما مسلمان شدم. روز میگه یک زن دیدم در راه میرفت، گفتم مادر کجا میری؟ گفت عمر تو مسلمان نشدی، سرزمین خدا بسیار است، میرم یک سرزمین دیگه. گفت در پناه خدا باشه. زن وقتی که از زبان عمر نام خدا را شنید از سفر گشت، گفت مردک جان حیدر ما بوده که عمر نام خدا را میگیرم. گفت زن خوب ساده هستی، والله خیلی با عمر مسلمان میشه، عمر مسلمان نمیشه. میبینه و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شبی از شبا به نزد خانه ابو جهل و عمر گذشت و دستی مبارک هم بالا کرد و گفت خدایا اسلامی مرا زینت بده و احد عمرین، یا عمر مسلمان بکه یا ابو جهل. یکم جمله دعا و جمله دوم چی بود که خدایا از این دو تا کدام میشه دوست می‌داری، یکش مسلمان. و وقتی که برادر حضرت علی جعفر هجرت کرد، عمر بسیار ناراحت شد و خنجر هم کشید و وقتی که عمر خنجر را میکشید تا به مقصد نمیرسید، دوباره در غلاف نمیموند و قصد هم کرد که میرا محمد نازنین را میکشد و در راه هم میآمد و سوالش هم کردن کجا میری؟ گفت محمد بن عبدالله را از بین میبرم و از اولاد عمر را از بین میبرم، برابر میشیم و باقی مانده مردم عرب آرام باشد. گفتن اگر مسلمان کشی برای خواهر خودت و یزنت، حالا خباب درسشون داده است تا اینجا بروند تا بریم حبیب خدا را آگاه بکنیم. صحابه دویده میره، حضرت جان عمر اومده و اون خنجر هم در دست. حضرت اهمیت نمیده، صحابه حیران است، عمر اومده. فقط حمزه گفتن اگر میبینیم نیت عمر خیر است خیر، اگر نیتش خیر نباشه پاره پارهش میکنیم. اما حبیب خدا بی پروا بودن. اصحاب نمیدونستند که همون شبی که عمر قصد کشتن کرده است، رسول الله قصد دعا کرده و گفتن وقتی عمر میآید حضرت یقین کرد که دعاش در حق حضرت عمر قبول شد و مجرد در آمدن حبیب خدا را آغوش کردن، بیعت کردن و سوال عجیب هم کردن حضرت جان ما حقیم یا مشرکا؟ گفت ما. پس چرا خاموشی؟ از زمانی که اسلام آشکارا دعوت شد، اسلام آوردن حضرت عمر است. هر روز هم حضرت عمر هم تو به ناله حبیب خدا را نگاه میکرد. رسول الله سوالش کردن عمر چرا ناراحتی؟ گفت حضرت جان همه کارهای پیش از اسلام مرا ناراحت میکنه. گفت کدام؟ خودت میدونی که عادت ما بود که دخترها را زنده و زنده زیر خاک میکرد. از اون جمله ما هستم. 20 دختر زیر خاک کرده. از این 20 17 تا شیخ خودم نیست و از این 17 تا 3 تاش خودمه و 3 تاش هم 2 تا اولش در پروانه دارم، دخترچه سوم دست گرفتم صحرا میرفتم، دخترچه با ما ناز میکرد که با پدر استراحت رفتم، گرگیردی پدر دعوا میزد و وقتی خبرش میکردم خوکا در ریشای ما میشست که میامد از ریشای ما جدا میکرد و موندم داخل چیزی با سنگ وزبین زدم بالا کرد. پدر جان من چی گناه کردم که این کار نسبت من؟ هر جایی که همین قصه در میامد حبیب خدا میگفت اعید یا عمر. عمر قصه تا یه بار دیگه سر بکرد. گفت عمر اگر مسلمان نمیشدی آتش دوزخ انتظار. بعد خاطر درو همین صحابه‌ای که من اینقدر ذکر کردم جان به جان رسول الله مونده. یه نکته است که همه ما و شما باید افتخار بکنیم و همین حدیث هم خانم دعا میکنم وقتی زیاد اون نمیگیرم. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب در محضر اصحاب روزی آمدن قبرستان
و سلام به مردم قبرستان دادن و یک نکته جالبی را گفتن دوست می‌دارم کاش که برادران را ببینم. در بین صحابه کلمه گفتن خیلی مشکل است. اصحاب گفتن رسول الله ما برادرایت نیستیم که آرزو داری کاش که برادرات را ببینی؟ رسول الله گفتن بل انتم اصحابی، شما نور چشم من هستید. برادر و صحابه خاک پاش از ما و شما بالا است. زیرا صحبت حبیب خدا نشست. همون هنده که امیر حمزه را شهید کرده است، حبشه که امیر حمزه را شهید کرده است، همون خاک پاش از ما و شما بالا است. پس صحابه گفتند حضرت جان رفیقای تو کیان؟ گفت حالا پیدا نشده. حضرت دوباره سوال کردن که حضرت جان اونا پیدا نیستن، چه خیلی میشناسیشان؟ حضرت گفت یک انسان 100 تا اسب سیاه داشته باشه، یک تا اسب پیشانی قشقه، الا یعرف خیلا، آیا اسب نمیشناسه؟ میشناسند. حضرت جان گفتن همونی که ما آرزو دارم ببینیمشون در این دنیا دیگری و برای من نصیب نمیشه. فانهم یاتی یوم القیامه. حبیب خدا میگه من همون جوان مردایی که آرزو دارم کاش که ببینم در این دنیا دیدشون نمیتونم، در روز قیامت میبینمشون. و انا فراتهم علی الحوض، من پیشوازی او میبرم در حوض کوثر انتظار. برادر فرات میدونی چی میگن علما؟ وقتی ماشین شاه عروس میگه کودک دویده شادی کرده میروه، حبیب خدا میگه من پیشگاه اهل جنتم تا دویده میروه. آرزو دارم و هر کسی بخواهد که حبیب خدا روز قیامت پیشوازش بگیره، از ما بگم 1 میلیون قرض میکنین صرف میکنین، 1 میلیون هم در کار نیست، یک قرابه آبی طهارته که 2 روبل هم قدر نداره. اگر هر کسی طهارت میکنه در جای دست‌ها اعضای طهارت میکنه، اگه آب میرسه نور بالای نور میشه و حبیب خدا میگونه جوان مردار انتظار است. برادر خدا هر کسی اجازه نمیده که رو پروش بیستی و دستت هم برداری و بگوی الله اکبر و بعد از اون سبحانك اللهم بخون و بعد از اون اجازت بده و بگوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و ارضاه نفری هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن خدای من به زبان عمر صحبت میکنه. و نفری هست که رسول الله گفتن لو کان بعد نبیا، اگر بالفرض بعد من پیغمبر میشید هرانه عمر میشید. ما پیغمبری تمام دیگه، بعد من پیغمبر نیست. عمر نفری است که ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه و ارضاه صحابه حبیب خدا گفتن ما یک روز خدمت برای خدمت حبیب خدا میگذارم، این روز ما پاسبان حبیب خدا است. ما کسی را اجازت نمیتونم که نزد حبیب خدا بروه مگر بعد اجازت. حبیب خدا یک باغ در آمدن، پاهکای مبارکشون بالا کردن، حوض در مثل کودک بازی میکردن. چند عظمت سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه آمدن، خواستن نزد حبیب خدا بدرویند. گفتن برادر ابو بکر من اجازت نمیتونم شما بدروید، ما اول از حبیب خدا اجازت میپرسم بعد بدروید. آمدن گفتن حضرت جان ابو بکر آمده است. حبیب خدا گفتن کی آمده است؟ گفت ابو بکر. گفت ابو بکر؟ بله. فسلمه فبشره بالجنه. ای ابو موسی اول برای ابو بکر سلام بگو و بعد از اون بگو مبارک شو که جنت انتظارش است. منش به سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه در آمدن و دیدن حبیب خدا پای مبارک بالا کردن، مثل کودک بازی دارن، از پهلوی راستش نشستن و پاچه‌های مبارک بالا کردن، مثل کودک بازی کردن. و لحظه بعد سیدنا عمر آمدن، عمر شجاع میخوان از حبیب خدا براید، محبت بین، عقل بین، درس عمر اجازت نیست، اول ما اجازت میگیرم. حضرت جان عمر آمد از کی؟ عمر بله. فسلمه فبشره بالجنه، برای عمر بگو سلام و مبارک شو که جنت انتظارش است. سیدنا عمر آمدن دیدن حبیب خدا با ابو بکر پا بالا کردن، مثل کودک بازی کردن، از پهلوی چپ. حسن عثمان فسلمه فبشره بالجنه، عثمان مبارک شو بگو جنتی است. حسن علی، پسان دیگر صحابه را بخیل نیستن. ببین چقدر سخیه. عجیب نکته جالبی را قید میکنن. کاش که تمامی برادر می داشتن همش می آمدن همین لحظه و از زبان مبارک این خبر خوشی به جنت میشه.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب معراج آمدن با عمر عجیب صحبت کردن. عمر والله در جنت یک قصر دیدم، دیگه از این قصر زیباتر ندیدم. سیدنا عمر گفتن چگونه قصر بود حضرت جان؟ گفت یک خیشت از طلا و یک خیشت از نقره بود و همون لای دیوال بینشان از سیم و زر بود و از این دیگه منظره زیبا نبود. این منظره ما در هیجان آورد و سوال کردم که این منظره زیبا کی را انتظار است؟ فقالوا لشاب من قریش، گفتن حضرت جان یک جوان قریشی را انتظار است. حبیب خدا خود که قریشی بودن، فظننت انی انا هو، حضرت میگه من گمان کردم که همون قرجان بالا، من گمان کردم که همون مرد قریشی من هستم. حبیب خدا را ببین نکته جالب شد، فظننت انی انا هو، گمان کردم که انا همون جوان قریشی من هستم. حضرت میگه به طاقت چیدم. فقلت من هو، گفتم اون جوان مردی که خیلی لایق این منظره انتظارش است او کی هست؟ فقالو، میگه گفتن عمر ابن الخطاب است. حبیب خدا گفتن عمر جان من غیرت نکردم که قصر شما را تماشا بکنم. رسول معظم اسلام گفتن حضرت آیا عمر در نزد تو اینقدر غیرت داشت که قصر را تماشا نکردی؟ سیدنا عمر با حبیب خدا مینشستند. علما میفرمایند اگر روز قیامت اعلام شود کسی محمد را دوست می‌داره یک طرف بیستن، همه یک طرف بیستن، عمر ابن الخطاب خود طرف تنها، همه این محبت عمر را پیدا نمی‌کنند. رسول الله پرسید، راوی عجیب روایت میکنه، میگه هم تو دست سیدنا عمر را ترکید. عمر را دوست می‌داری؟ ولی حضرت جان شما را دوست می‌دارم. عمر تا کدام اندازه مرا دوست می‌داری؟ یک وزن مانیم، ترازو بمانیم. عمر مرا زیاد دوست می‌داری پدرت؟ حضرت جان شما را دوست می‌دارم. عمر فرزند، همسر، شما. نکته آخر عمر، نکته جالب است. عمر مرا زیاد دوست می‌داری خودت. حضرت جان من از تو زیاد دوست می‌دارم. عمر محبت نیست و ایمان هم ایمان کامل نیست. لفظ حدیث تا همین اندازه است، اما شارحین عجیب میارن. حضرت عمر میگه از همین نکته بالا خیستن رفتن و هم پریشان بودن. با فرزندش عبدالله وا بودن. عبدالله گفتن بابا جان چرا اینقدر پریشانی؟ گفت بچم محمد بن عبدالله مرا سوال کرد مرا زیاد دوست می‌داری یا خودت؟ در جواب گفتم خب من از تو زیاد دوست می‌دارم. گفت پدر جان چرا نگفتی که از جان عزیزم دم تو برای من عزیزی؟ گفت عبدالله عمر نفری نیست هوا بروا. ولی عمر نفس سوال میکنه وی نفس تو زیاد محتاج به محمد داری یا به خودت؟ و سوال دوم ای نفس تو روز قیامت پیش خدا میری با اعمال خودت میری یا به شفاعت پیغمبر؟ گفت پدر جان نفس چی گفت؟ گفت نفس گفت عمر از تو در زیاد احتیاج به پیغمبر دارم. اما روز قیامت پیش خدا میرم، من به عمل خودم نمیرم، اما امید و آرزو و شفاعت حبیب دارم. و دوباره آمدم هم تو دست مبارک خبیدم، گفتم حضرت حتی از جان خودم دم تو برای من عزیزی. نو ایمان تو کامل شد و سعادتمندی و نیکبختی تو نو کامل شد. سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر یکی مسئله نافهمایی دارن و حق هم هست به جانب عمر. روز اگر ما برادرمون حق باشه عذرخواهی نمیکنیم، بخشش نمیپرسیم. سیدنا ابوبکر گفت عمر جان ببخش، حق به جانب شماست. کلی حضرت عمر در حالت شجاعت نبخشیدن و از محفل خیستن رفتن. سیدنا ابوبکر گریه دارد، سیدنا ابوبکر گریه دارد و خیلی هم ناراحت هم هست و از او جمعی خیزه و از او جمعی خیزه. سیدنا ابوبکر بلو ما هم میخیزیم انشاءالله. بلو سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه گریه میکنه و میرم آیسته آیسته مجلس حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سیدنا وقتی میره یک پوچه بروک بالا هست، یک پوچه بروک پایان.
حبیب خدا ابوبکر تماشا میکنن، میگن صاحبکم، رفیق شما، ای دوست شما، ای عزیز شما با کسی جنجال کرده. عادت جنگ یک طرف کشال یک طرف کنده میایی. وقتی نزدیک شدن حبیب خدا هرگز نمیخواست ابوبکر ناراحت بینه. ما بک ای ابوبکر، ابوبکر جان چیش دست، چرا این ناراحتی؟ سیدی او حبیبی، سیدی من، دوستداری من، حبیبی من محمد صلی الله علیه و سلم. بین ما و عمر مسئله نفهمی بود، لکن حق به جانب عمر بود. پس چرا حق به جانب عمر است؟ ناراحتی؟ از جان عمر مرا نبخشی. ناراحتی میگه است که مرا عمر نبخشی. رسول الله اینقدر ناراحتی گفت ابوبکر تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه. و لحظه حضرت عمر تسکین میافتند، آرام دغدغه ستادانه خانه ابوبکر بیایند تا از ابوبکر عذر خواهی بکنند، نیفتند و دوان نزد حبیب خدا آمدند. همون جایی که حضرت عمر نمایان شدند رخسارهای مبارک سرخ شدند. وقتی رخسارها مبارک سرخ میشدند اصحاب میگفتند قیامت میشه. همه به زانو افتیدند. عمر میگه عیب ماست، ابوبکر میگه نه عیب ماست. عیب بالای خچون آوردن جنجال است. برادرها حبیب خدا سخنی گفتن تلفظش دشوار است. گفتن ای اصحابی یاد داره زمانی ما گفتم من پیغمبرم همه شما مرا دروغگو گفته بوده، تو کذبتم. همین جوان مرد مرا قبول کرده. این ناراحت میکنه. همه مرا دروغگو گفتم نه جز از ابوبکر. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید از همون زمان که ابوبکر ناراحت نکرد. حتی هم رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. حضرت عمر توصیه کردند ابوبکر خلیفه کنیم و خلیفه هم شد. و بعد از آن آمدن گفتن عمر تو نفری هستی که رسول الله گفته بود بعد من پیغمبر شو تو میشی، چرا خلیفه اول نشدی؟ گفت وای بر شما. یک شب که ابوبکر با حبیب خدا گشته است، یک شبش از ما و از اولاد ما بالا است. گفتن اون کدام شب است؟ گفت شب هجرت. غیر ابوبکر کسی در بر رسول الله نبود. راه میگشتن از چهار پهلوش و مردم نگاه میکردن و تصور میکردن که با حبیب خدا 4 نفرن و حالا 4 نفر نیستن. گفتن چند نفر بود؟ 1 نفر بود. برادر کم کم بلو بشین. رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال عجیبی کردن. همه اصحاب بودن. رسول الله سوال عجیب کرد که امروز کدام شما جنت رفت؟ تصور بکنید که کی در دنیا جنت میره و میآید. جا ابوبکر صدیق است، عمر فاروق است، عثمان است، علی، همه خاموشن مگر عبدالله خرسال میگه انا یا رسول الله امروز ما جنت رفت. رسول الله تعجب میکنه. عبدالله خرسال میگه امروز ما جنت رفتم آمدم. و سوال دوم حبیب خدا است که آیا یگان تا شما از میوه های جنت خورد؟ همه خاموشن. عبدالله ابن عمر میگه انا یا رسول الله حضرت جان امروز ما از میوه های جنت خوردیم. حضرت عمر میگه عبدالله از تو کلانا خاموشن چرا گپ میزنی؟ و سوال سوم آیا امروز کسی از آبهای جنت نوشید؟ عبدالله میگه انا یا رسول الله حضرت جان نه. حضرت سوال کردن یا عبدالله کیف دخلت الجنه و اکلت و شربت من میاه؟ امروز چخیر جنت رفتی؟ و چخیر از آبهاش خوردی و از میوهاش خوردی؟ و حضرت جان امروز قرآن میخوندم، وصف جنت خوندم. والله حالی هم پرنده‌های جنت فریاد دارن صداش در بیخ گوشم هست. و حضرت قرآن روز درباره وصف میوه‌های جنت خواندم. حالا هم لذتش از دهن من نرفته. و در وقتی باره آبهاش خواندم حالی هم شیرینیش از حلق من پایان نشده است. قرآن باید انسان در این باوری بخواند. سوره مبارکه اذا الشمس كورت و عما و اذا زلزلت نازل شد. روز سیدنا ابوبکر گفت حبیب خدا نگاه میکنم کمرت شکسته، میانت خم شده، مسافر شدی. گفت ابوبکر از زمان خداوند سوره عما و اذا الشمس كورت و سوره اذا زلزلت نازل کرد این سوره ها کمر مرا شکستند. و سوره مبارکه اذا زلزلت نازل شد یک جوان 3 روز بیرون نبر آمد.
گفتن حضرت جان این جوان 3 روز است از خانه بیرون نمیشه. حضرت خبرگیریش رفتم جوان خواب است و گفتم قل یا بنی لا اله الا الله. بچه جان یک بار لا اله الا الله بگو. و گفت من نهشه بندیم. گفتن چرا حضرت جان؟ گفت سوره اذا زلزله جگری رو پاره کرده است. اما ما شما قرآن میخونیم، اگر یک قاری خوب بخونه اهمیت میتیم، اگر کم قاری آوازش میسیم دغل باشه اهمیت نمیتیم. به خاطر آواز شده به سخن خالق خود اهمیت نمیتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمونه برای ما و شما بودن و تا این روز نمونهش الحمدلله مانده است و رفته است. روزی میشود که من از حبیب خدا جدا میشم و روز قیامت اگر من در یک روز 5 بار محمد نبینم حالی من چی میشه باشه؟ من مثل محمد صلی الله علیه و سلم عمل ندارم، اما این پیغمبر است، اگر در اوج کبریا هست و من هیچ عملی ندارم. همین فکر حضرت ثوبان مجبور کرد و از جاشم خیست آمد و هیچ کس رسول الله را به این نام فریاد نکرده است محمد رسول الله، هیچ کس. وقتی که رسول الله را به این نام فریاد کرد حبیب خدا تعجب کرد که در احسای شب ثوبانش دیده باشد به این علم را فریاد میکنه. و وقتی که برو آمدن پهلو یکدیگر را میدیدن رو فرو، ثوبان به اختیار گفتن والله لانت احب الی رسول الله، من تو را دوست میدارم، من بی نهایت تو را دوست میدارم، حتی در عمرم یک فرزند دارم از او هم زیاد دوست دارم. من در این روزا حرکت میکنم تو را 5 بار ببینم، اما مرگ ما را جدا میکنم. من اگر در روز قیامت را در یک روز 5 بار من ببینم حالی من چی میشه باشه حبیب خدا؟ و این صحبت هر دو میکردم و جبریل امین همون لحظه آمدن و خبر خوشی را دادن، نه فقط برای ثوبان بلکه برای تمام مسلمانان. و فرمودن هر کسی در دنیا اطاعت الله و رسول بکنه روز قیامت با همراه پیغمبران و اولیاء و صدیقین و شهدا است. همین خاطر برادران پیامبر صلی الله علیه و سلم آرزو کرد کاش من و شما رو ببینم، کاش که این آرزو ما میکردیم یک بار پیغمبر رو میدیدیم. خدای در این دنیا ما را رفیقی با پیغمبرت نصیب نکرد، پیروی نصیب. خدای پیغمبرت آرزو کرده بود کاش که یک بار ما را میدید. اگر پیغمبرت میدونست ما خود گناه میکنیم شاید آرزوی دیداری ما را نمیکرد. یا ربی خدای با کمبودی ما نگاه نکن، با بزرگی و آرزوی پیغمبرت نگاه بود. یا الله یا ارحم الراحمین، پیغمبرت اگر حرام میشی موقعی برادر شاید چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میموند. خدای روز قیامت ما رو چشم میده، قلب که طاقت دیدار خودت حبیبت باشه. خدای خودت وعده کردی که جنتی ها هر خواهشی داشته باشن اجرا میشه. خدای اگر در تقدیر ما جنت باشه یک خواهش داریم، ما رو با هم برادرامون جنت رو بده. خدای اگر در تقدیر ما جنت هست روز قیامت ما رو اجازت بده. و محمد صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم و با او درد دل بکنیم و علم ها و شکایت های درد دل با محمد علیه و سلام بگیم و ایران توفیق بده بگیم محمد ما تو را دوست می‌داریم، از پدرمون هم زیاد، از مادرمون هم زیاد، حتی از جان خودمون هم زیاد دوست می‌داریم. در حال دیگر ما ایمان داریم چگونه که برادرها و پدرشون از دنیا بردی ما را هم روزی می‌برد. هیچ کس نیست که بین ما ترجمان باشد. خدای در روز ما را تنها نگذار. خدای ما ایمان داریم، ما را سوال میکنی جواب میکنی. اگر سوال جواب میکنی به رحمانیت سوال بکن و قهاری و غضبیت سوال نکن. خدای ما در همین دنیا اقرار میکنیم که گناهی بسیار داریم، هیچ عمل نداریم. اگر پیش تو میریم یک خواهش و آرزو ختم میریم، رحمت و شفاعت حبیب. خدای روز قیامت در بین مردم ما را از گناه ها نپرس. خدای اگر سوال میکنی به رحمتت سوال بکن. اگر به سوی ما قهر و غضب کردی ما از رحمتت سوال میکنیم. اگر عیبهامون را آشکارا کردی از ستوریت سوال میکنیم. خدایا عالمات گذشتش رحمت بخیر، باقی مانده عالمات خدایا عمر دراز، صحتی، سلامتی، الفت و مهربانی و یکدیگر فهمی را بین همه عالم اقسام علمای تاجیکستان و بین همه مردم